درود اکسانویل، اینجا گیم اکس و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم یه بازی 2 نفره رو با هم انجام بدیم و یه کسی دیگه اومده اینجا با هم ویدیو بگیریم. قراره ویدیو 2 نفره باشه. کسی اجازه چطورین؟ بچه‌ها امروز ویدیو 2 نفره است. خب من تا الان ویدیو لانگ نذاشتم، اما از الان قراره کار منم شروع بشه و این ویدیو اولین ویدیو لانگه که منم قراره توش باشم. بله. چی زبونم دیگه ولش کن. بریم سراغ بازی. بریم سراغ آقا. اومدیم بازی استیکمن پارتی رو بازی کنیم. نسخه مود شدهش هم هست. یه فرقی با هم باشه دیگه. اومدیم بازی استیکمن پارتی رو با هم دیگه بازی کنیم و این ویدیو مجازات داره. مجازاتشو بهمون بگو. مجازاتش 5 تا شنا وسط خیابونه، نه کوچه، خیابون. آبرو حیثیت اون قراره بره. بعد این ویدیو مجازات هم توی ویدیو شورت براتون میذاریم. چون مجازاتشو توی ویدیو شورت هم استوری اینستا براتون میذاریم. آقا یه مطلبتون نمی‌کنیم، بی مطلبی عشق مایید. بریم سراغ ویدیو. لیتس بابا چی به یه دقیقه وایسا. چی بریم سراغ ویدیو؟ اولین رو گوش کنید، کانال رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگولش هم بزنید. لیتس خب اوکی بچه‌ها، بریم شروع کنیم تورنمنت. چند دست بازی کنیم؟ 2 نفر از اینجا تعداد بازیکنه. میدونم داداش. بریم سراغ بزن. چند تا بازی؟ بریم 7 تا بهتره. 7 تا. دفعه چه رونالدو. آقا رندوم بزنیم. 7 رندوم بزن. دیگه شانس بزنه. این چه ویدیویی بشه این ویدیو؟ این بازی ته خنده است. جر میخوری ته خنده است. حتما ادامه تو بازی کنید. آبی من. آقا بزن. وای ویدیو داره نکن. وای بابا این عاشقانه ندید من. حس می‌کنم خیلی تو بچه‌هایی. آره حس می‌کنم میکروفون خیلی تو ماست. ای بیشرم لاش. بچه باشه دیگه صدا دیگه خیلی نزدیک بود. میکروفون نگاه دقت کنید دیگه تو ما داره میگیره. نه بیلو مستند برو بر. بابا چرا نیومدن بیشرف. بمبی بندازه تو مال. نه تو مال من ندم. تو به قرآن تو مال من نمیندازی. تو مال من نمیندازی. تو مال من نمیندازی. ای به بمب کو. تو مال من نندا. ننداختم. حاجی من اسمم خیلی تو بچه‌هایی. خیلی. بچه‌ها بازی بعدی وینر من شدم. برنده. اوه 6 دست دیگه مونده. بچه‌ها بزن یه میکروفون. 3 امتیاز. 2 امتیاز. 1 امتیاز و این زرد بنده خدا هم که داره گریه میکنه. داره گریه‌مو گره. ای بچه ریدم. سیمیگا ودی ساوت. آجی آهنگش کپی رایت نشه باشه. اوه بچه این کپی رایت بخوریم. البته بذار بچه فردا سر بچه ها خب چنل بچه به حمایتتون ادامه بدید. واقعا نیاز داریم. الان هم یه بار دیگه یادآوری میکنم حتما چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله بود زنگولش هم بزنید. فراموش نکنید. بازیه که انتخاب کرده چرت برسیم دسته هم بازی میکنم. من نمیچرخه بچه من فیلم نشد. تابلو شادانه بکن. برای بشیم بینیم و بالا یه دست بازه به قول خودش 7 و 5 دست دیگه مونده. عمویی امتیاز کی بالاتره؟ عمویی 5 دست دیگه مونده. عمویی این چی میگه؟ بابا ما بازی نداریم. بابا خیلی بازی اشکالیه. وای توپ منو بده بی شرف. یه دونه هم ننداختم من چون نمیتونم. اماد فلجه جام بده گم. اماد فلجه درد. بچه ببخشید یه ذره خره. خره کی بوق میزنه؟ بوق نزن. تو به من بده. بده بابا. ات زرد بیشرف توپ منو گرفته. بگم شما نذاشتی توپ منم بره. زرد توپ منو بره. بده بیاید. علی توپ دستمه.
تو وقتی خر بغلت میشه بازی کنه نمیشه. آجی من چقدر امتیازم کمه. الان کم داره؟ تو خیلی نوری. آقا همین الان من جام خیلی بده. همین الان اماد نورسک تو کامنت ها. نه بزنید اماد نورسک. اماد نورسک تو کامنت ها. این بازی من میشد دادم اوه بابا خفن بازم وینر شدم. خفن یه 2 نفری وینر شدید دیگه. خفن چی داره چه پول میری بازد چه موهای ندید موهای این که نورو ندید اصلا. این بازی خیلی وای 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 یا خدا بابا چرا من سرچم وای بچه ها کی قراره بره شنا بره وسط خیابون؟ من اومدم حرکت کنم چرا من نیفتین بابا نه ترس بابا ای دوباره من ای بابا بیشارف چند بار وای 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 وینر کی شد؟ وینر کی قراره با این شنا بره؟ اماد داداش 11 امتیاز 10 تا امتیاز 13 امتیاز 3 امتیاز بازی تازه 5 دقیقه شده تازه 5 دقیقه شده ویدیو 12 دقیقه است باید دیگه این بازی کنیم 8 تا 12 مشکلی نداره وای این بازی خیلی اشغاله خیلی این بازی اشغاله وای 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 نزنید منو وای بچه ها نظرتون راجع این بازی بنویسید اگه دوست داشتید من تنها هم خودم این بازی رو میذارم نظرتون ننویسید بچه کامنت بذارید کامنت انگلیسی ما خیلی دوست داریم دقیقاً کامنت انگلیسی بذارید بیشترم حال نده بچه ها ببخشید یکم ادب و نمیشه رعایت کرد تو این ویدیو وای مردم این عوضی باعث شد من بمونم خودش بزنم با همین به 14 12 چجور آخر باید میشونم باش باید 9 تا میزنیم بازی شد این چه؟ اوه پولیس 9 تا ای چرا بدم نداریم آقا همین الان اماد جرزن تو کامنت ها نه چرا من جرزن بیارم کی الان پولیس جرزن من حق ریستارت حق ریستارت یه باره حق ریستارت بابا بینا بود به من چی کار داری بیچاره خویی بشید بابا چرا به من خورد من بایستادم بابا ببینید چقدر جرزنه باید به من بگید بچه عشق کردید پیچیدم سمتش به اون بخوره پیچیدم سمت شانسی بودی پیچیدم بابا بچه اینا همه سالا تجربه است من پیر شدم تو این بازی گندگوزی من دکتا برم چه گوزا بچه دست اول این برد دست اول نداریم دست دوم داریم نه بچه قول دادم دست دوم آقا 3 دست ما بازی میکنیم خب این دست اول بود هر کی 2 دست رو ببره مجازات میشه بله چون من این سری با تعداد بازی رو نظرم کمتر 5 تا این دست رو بنویسید همین الان تو کامنت ها پیش بینی کنید ببینید کی برنده است همین الان تو کامنت ها پیش بینی هم بکنید که کدوممون کلا میبره من زدم بابا چرا من زود میزنم من خیلی بود بودی عزیزم سبزه رو هوا داره وای 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 زدم من مخلصم من چاکرشم ببینید چقدر مفت میبره من مخلصم بچه‌ها شاید باورتون نشه ما اسم خیلی فکر کردیم تا چه ویدیویی بگیریم چه بازی بکنیم بعد اسکوید گیم بگیریم بچه‌ها اگه دوست دارید اسکوید گیم بگیریم حتما ویدیو رو لایک کنید لایک های ویدیو بالای 15 تا برسه نه کامنت ها به بالای 15 تا برسه ما با هم اسکوید گیم میگیریم
چند دادی؟ 330 تا 360 من نمیخوره آجی 370 تا دادم فقط باید مال خودت بزنی مال بقیه هم میتونی بزنی جفتم با هم میراشه داداش من رفاقت تو شاش میده بچه هی آوازی هست حق این نیست شیشم دیاز باشه بابا من با کیه؟ همین باید بزنیم تو رو حساب کیه شیشم دیاز باشه؟ واو 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 برو گم شو واو من حق دیاساتم منم کی میخواد؟ من نمیخوام منم میخوام تو فیلم بازی بزن ویدیو داده نمیزنم بذار خودشون با هم بازی کنن بابا چه خودشون با هم بازی کنن تقصیر اینه بچه ها نگاه نمیذاره من ببرم نمیذاره خودش ببره باز من که یه امتیاز گرفتم تو که باید بری گریه کنی گوش کن کی بالاتر اینه با امتیاز از تو که بالاتر هم هر چیه امتیاز چیه؟ چی نمیزی؟ این چی؟ نداشتی چیه؟ چیکار باید بکنی؟ نمیدونم فکر کنم باید هسته رو هندونه بایستم من خود راسته رو چی بودم؟ من شو از اول رو هندونه بودم الان من رو هندونه بایستم هندونه کدوم بود؟ بچه ها باید حفظ کنیم چی اینجا شد؟ بابا ای فلسر بچه ولی سرتون رو بلد نبودم بازی این همونیه که ادعا شد من چرا اینقدر خوب شد خدای این بازی من نگفتم خدای من گفتم این بازی رو نمیت دادم من تو یاد دادم دورانه این بازی وای من رقیری احساسم میخوام بچه روم اومد من جیر داد وای دوتا رو شدن میشه اسم بودم 3 تا شدن چرا؟ این طرفنده منو داره استفاده میکنه نگاه نکنید من الان دارم بازی میکنم آره چی بس؟ این طرفنده رو چی بازی میکنی اینجوری؟ میخوره دستت نگه بالا نچه ها حق این نیست خدایی حق این نیست آقا دیگه 2 دست من بردم دیگه تمومه دیگه باید بریم مجازات شیم خب اینم بود از این ویدیو امیدوارم که لذت برده باشید هرچی حرف بد دید به وجود خودتون ببخشید و این که خب مجازات هم توی ویدیو شورت حتما براتون میذاریم تا فردا انشالله آپلود میشه اشتماعی دشوگرید نه اون که مال مهرانه آره اون مال آقا تا درود دیگر بدرود